میگه خبر به دورترین نقطه جهان برسد، نخواست او به من خسته بیگمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه میکنی اگر او را که خواسته یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند گلایه‌ای نکنی، بغض خویش را بخوری که حق حق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که نه نفرین نمی کنم، نکند به او که عاشق او بودم زیان برسد. خدا کند که فقط این عشق از سرم برود، خدا کند که فقط زود آن زمان برسد.